دقیقه وقتتون رو به من بدید، فقط 15 دقیقه. من این کامنت ها رو ببندم. 15 دقیقه فقط وقتتون رو به من بدید. این مهمترین لایویه که توی 1 ماه گذشته دارم برگزار میکنم و این لایو سیو میشه. یعنی شما آخر این لایو میتونید این لایو رو مجددا ببینید. به یه نکته خیلی خیلی مهم دارم میپردازم در مورد سحر و جادو. اگر میخواید ببینید که روانتون سحر شده یا نه، خیلی از شماها برام سوال فرستاده بودید که آیا ما زندگیمون سحر شده، آیا افرادی ما رو سحر کردن، آیا افرادی زندگی ما رو بستن یا نه. من میخوام یه خبر خیلی خوب یا خیلی بد بهتون بدم. هم میتونه خوب باشه برای کسایی که دنبال راهکارن، هم بد میتونه باشه برای کسایی که واقعا این موضوعی که دارم میگم و جدی نمیگیرن، که شما خودتون رو سحر میکنید با وردایی که دارید میخونید توی ذهنتون، با اتفاقایی که درونتون داره رخ میده و نمیشناسیدش، با صداهایی که توی ذهنتون داره میپیچه و نمیشناسید، خودتون رو دارید سحر میکنید. و من الان ازتون میپرسم، تقریبا براتون 18 تا سوال آماده کردم که اگه این 18 تا سوال رو جواب بدید الان متوجه میشید که سحر شدید، خودتون رو سحر کردید یا نکردید. یه سوال اول ازتون میپرسم، به نظرتون عملکرد شما در موقعیت‌های پایین میاد؟ عملکرد شما در موقعیت‌های پایین میاد یا عملکرد شما را تو موقعیت‌های مختلف پایین میاره؟ پس عملکرد شما پایین میاد توی موقعیت‌های اضطراب آور و چالش برانگیز، یا عملکرد شما رو پایین میاره؟ کدومشه؟ جواب درست چیه؟ جواب درست اینه که عملکرد شما رو پایین میاره. یه چیزی که تمام مردم دنیا نسبت بهش آگاه نیستن اینه که فکر میکنن با قدرت اراده میتونن به خیلی از چیزهای بزرگ توی دنیا دست پیدا کنن. اگه اراده میگن، اگه معتاد، اگر اراده داشته باشه ترک میکنه، اگه اراده داشت سیگارش رو ترک میکرد، اگه اراده داشت چه میدونم یه شغل خوب پیدا میکرد، اگه اراده داشت کار میکرد، اگه اراده داشت صبح زود از خواب بیدار میشه، اگه اراده داشت. نه آقا جون، اراده کافی نیست. اراده لازم هست اما کافی نیست. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه این اراده توی دریای ناخودآگاه شما، توی دریای سیستم باوری، نظام زخم‌ها، نظام گذشته شما نقش یه ماهی کوچولو رو داره. بیشترین حجم عملکرد زندگی شما رو، بیشترین حجم عملکرد زندگی شما رو چی تعیین میکنه؟ ناخودآگاه شما، هم محتویات ناخودآگاه شما. من از شما یه سوال میپرسم، به خاطر همینه که خیلی موقع شما توی حجم زیادی از اضطراب‌ها و بدبینی‌های زندگیتون، توی این بدبینی مغزتون بچه‌ها گیر میکنید و نمیتونید ازش نجات پیدا بکنید. تقریبا این احساسات رو مطمئنا خیلیاتون دوچارش میشید. دوست دارید فرار بکنید از زندگی، احساس میکنید که توی چالش‌های زندگیتون غرق شدید، توی مشکلات زندگیتون غرق شدید، توی بدهیاتون، توی روابطتون، توی رابطه با همسرتون، توی رابطه با فرزندانتون احساس غرق شدگی میکنید و احساس میکنید هر چقدر دارید دست و پا میزنید نمیتونید نجات پیدا بکنید و از این بیاید بیرون. این یه حالت روانیه. ما بهش میگیم سحر روانی. یعنی شما از درون خودتون رو سحر کردید، خودتون دارید برای خودتون ورد بد میخورید. من 17 تا سوال آماده کردم که این سوالا رو ازتون میپرسم. به هر کدوم از این سوالا اگر به نظر من نوت گوشیتون رو بردارید یا اینکه یک کاغذ خودکار تو همین چند ثانیه‌ای که من دارم براتون صحبت میکنم یک کاغذ خودکار سریع برای خودتون آماده بکنید، یا اگر نتونستید با انگشتای دستتون جواب بدید به هر کدوم از این سوالایی که من گفتم. اگر جوابتون بله بود یه امتیاز بدید. آیا مدام فکر میکنید قراره خبر بدی بشنوید؟ یعنی احساس میکنید که قراره بهتون خبر بدی بدن، صبح از خواب بخواید بیدار بشید خیانت ببینید، چه میدونم یه بدهی رو بدهیاتون بیاد، قراره که چه میدونم کشورتون تو معرض آسیب قرار بگیره، یه اتفاق بدی. آیا احساس میکنید که قراره یه خبر بدی بشنوید یا احساس میکنید قراره خبرهای خوبی بشنوید؟ احساستون چیه؟ احساس شما مهمه. احساس میکنید قراره خبر خوبی بشنوید یا خبر بدی بشنوید؟ آیا همش منتظر خبرهای بد تو زندگیتون هستید؟ اگر جوابتون بله هست یه امتیاز بدید. 2. آیا فکر میکنید تعداد مشکلات و چالش‌ها و بحران‌های زندگیتون به قدر زیاده که دیگه نمیتونید اونا رو جمع کنید؟ یعنی وقتی میایید میشمارید میبینید 1 2 3 4 همش تو ذهنتون اینجوری اونو چیکار کنم، اونو چیکار کنم، اوه و دیگه احساس میکنید ظرفتون پر شده و دیگه نمیشه یه چیزی هم روش اضافه کرد. شماره 2. شماره 3. اگر
اینو داشتید باز یک امتیاز. شماره 3، آیا فکر میکنید دنیا به گونه‌ای طراحی شده که دیگه نمیشه به کسی اعتماد کرد؟ دنیا عوض شده، آدما بد شدن، دیگه نمیشه به کسی اعتماد کرد، همه دنبال سود شخصی خودشون، دنبال منافع شخصی خودشونن، همه میخوان بتیغن آدما، همه دنبال اینن که یه تیکه از آدمو بکنن وردارن ببرن. آیا اینجوری احساس میکنید؟ اگه احساس میکنید، آیا احساس میکنید همش به پست آدمای عوضی میخورید؟ اگه آره شماره 3 یه امتیاز بدید. سوال بعدی، آیا فکر میکنید تا امروز بسیار ساده لوحانه و احمقانه داشتید زندگی میکردید؟ آیا وقتی به گذشته زندگیتون برخورد میکنید، آیا وقتی با قوانین مختلف توی ارگانهای مختلف روبرو میشید، با قوانین مختلف توی جامعه، با قوانین مختلف نانوشته توی جامعه، توی روابط با انسانها روبرو میشید، احساس میکنید که بسیار ساده لوحانه و احمقانه داشتید زندگی و خیلی ساده بودید؟ سوال بعدی، آیا احساس میکنید، آیا خود را به خاطر ندانم کاری های گذشته‌تون مدام سرزنش میکنید و تو این دام افتادید که سرزنش میکنید که چرا من اون روز نمیدونستم، چرا انقدر مهریه دادم، چرا طلاقش ندادم، چرا خیانت کرد بهم، هیچ کاری نکردم، چرا گذاشتم اونجوری با هم رفتار کنن، چرا هیچ کاری از دستم بر نیومد؟ آیا از این جنگا توی ذهنتون دارید و به خاطر گذشته‌تون مدام خودتون رو سرزنش میکنید؟ آیا احساس میکنید همه کمر به این بستن که شما رو نابود کنن؟ آیا احساس میکنید همه کمر به این بستن که شما رو نابود کنن، ذلیلتون کنن، خارتون کنن، بی‌آبروتون کنن، پشت سرتون صحبت بکنن، غیبت بکنن و شما از این ناحیه دارید متضرر میشید و نروس میشید، عصبی میشید، مضطرب میشید، مدام دارید فکر میکنید که آدما چه فکری دارن در مورد شما میکنن و همه دارن یه نقشه برای بدبختی شما میکشن و شما قرار نیست از این مهلک جون سالم به در ببرید. آیا احساس میکنید که اکثر مردم دنیا به دنبال منافع شخصی خودشون از شما هستند؟ آیا این احساسو میکنید؟ اگه آره یه جواب دیگه بدید. آیا احساس میکنید تو این دنیا بیکس و یاور هستید؟ بیکس و کار هستید، بیکس و یاور هستید و بقیه توی یه اکیپ بزرگی، توی جناح بزرگی، توی گروه بزرگی دارن زندگی میکنن و خیلی خوب دارن ارتزاق میکنن و شمایید که فقط تنها هستید، شمایید که هیچ کس رو برای زندگی کردن ندارید، هیچ کس رو برای دفاع از خودتون ندارید، برای اعاده حقتون ندارید. آیا احساس میکنید توان رویارویی با مشکلات عدیده زندگی رو ندارید؟ آیا فکر میکنید شما دیگه نمیتونید؟ آیا احساس میکنید که دیگه بریدید، دیگه خسته شدم، دیگه نمیتونم ادامه بدم و هیچ چیزی درست نمیشه، هر چقدر تلاش میکنم انگار رو تردمیل دارم میدوام؟ آیا وقتی اتفاقات برخلاف میل شما رخ میدهد سیاه ترین، بدترین و تاریک ترین حالت رو تو آینده پیش بینی میکنید؟ آیا وقتی اتفاقات برخلاف میل شما پیش میره یه چیزی تو مغزتون اینجوری میشه و اینقدر صداش زیاده که شما دیگه هیچ صدای امیدوار کننده ای رو تو زندگیتون نمیشنوید و هیچ صدای امیدوار کننده ای رو تو زندگیتون نمیشنوید؟ باز اگر این جوابتون آره است یه دونه عدد به عددتون اضافه بکنید. آیا دوست دارید همه چیز یه دفعه تموم شه به شکل معجزه‌وار، یکی بیاد تو زندگیتون و همه چیز رو براتون نجات بده، به شکل معجزه‌وار همه چیز رو درست بکنه و شما راحت بخوابید و یه خواب عمیق، یه مسافرت برید؟ آیا منتظر این هستید چالش‌های زندگیتون تموم شه به یه مسافرت خیلی خوب برید یا برید توی یه رابطه خیلی خوب، یه جایی برید و ریلکس کنید؟ خیلی سخت شده براتون؟ آیا این سوال، آیا استراب هاتون به حدی زیاد میشه که عملکردتون تقریبا نزدیک به صفر میشه، یعنی دست و پاتون میلرزه، نمیدونید چی کار باید بکنید، کارهایی که درست انجام داشتید میدید و غلط انجام میدید یا نمیتونید دیگه درست انجام بدید، سرعت کاراتون میاد پایین؟ آیا احساس میکنید دیگه بیشتر از این توان انتظار کشیدن برای یه موعدی رو ندارید؟ آیا احساس میکنید که از انتظار کشیدن آیا خسته اید؟ آیا از این که تو حالت ابهام قرار بگیرید، تو بلا تکلیفی دیگه از این خسته شدید توی قسمت‌های از زندگیتون؟ و سوال آخر، آیا در مواجهه با چالش‌های بزرگ زندگی اول اضطراب خیلی زیادی شما رو فرا میگیره به جای اینکه عملکردتون بالا بره؟ خب ببینم چند تا سوالو جواب دادیم الان. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
14 تا. چرا من پس گفتم 17 تا؟ 14 تا سوال ازتون پرسیدم. یه بار از اول پرسیدم 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 تا. 14 تا سوال ازتون پرسیدم بچه‌ها. توی این 14 تا سوال بچه‌هایی که میخوام بهتون بگم که کدوماتون خیلی اوضاعتون وخیمه، اگر بین 1 تا 3 تا از این سوالا رو جواب بله دادید اوضاعتون خب نرماله. اگر بالاتر بین 3 تا 7 تا سوالو جواب وضعیتتون قرمزه و اگر بین 7 تا 14 تا سوالو جواب بله دادید شما تو فروپاشی روانی هستید. یعنی روان شما برای اینکه بتونه زندگیتون رو جلو ببره دیگه کارایی نداره. اینجا مثل یه ماشین میمونه که آقا واشر سرسیلن سوزونده، زده بغل تو جاده، آقا زندگی شما مدت هاست متوقف شده. حالا خبر بعد اینه که اگه تو این وضعیت باقی بمونید که همون گوشه جاده میمونید. خبر خیلی خوب اینه که ما تقریبا 100 تا راهکار داریم و بهتون نشون میدیم که منشأ این اضطراب ها، منشأ این قفل شدن ها تو زندگیتون که شما اسمشو گذاشتید سحر و جادو و فکر میکنید که آدمایی تو زندگیتون هستن شما رو سحر و جادو کردن، کجاست، چطوری منشأشو پاکسازی بکنید و عملکردتون رو 10 برابر افزایش بدید. 10 برابر میتونید عملکردتون رو افزایش بدید. یه سوال ازتون میپرسم، خوب به این سوال من گوش کنید. اگر توان ذهنی شما انقدر بالا میرفت که میتونستید همه مشکلات زندگیتون رو حل بکنید، آیا حاضر به ادامه زندگی بودید؟ این یکی از سوالات اساسیه که شما باید جواب بدید. آیا حاضر هستید برای تغییر خودتون کاری بکنید؟ آیا اگه متد و روشی باشه که کمکتون بکنه زندگیتون همین الان تغییر پیدا بکنه، حاضر هستید اون متد و روش رو آموزش ببینید؟ تا الان 100,000 نفر، خوب گوش کنید، 100,000 نفر از آموزش‌های ما توی کارگاه شفای زخما بهره مند شدن. ما یه کارگاه 30 ساعته‌ای داریم که این کارگاه سخنرانی نیست بچه‌ها. این کارگاه تمرینات عملیه. بچه‌ای که اومدن میدونن 30 نفره که مشکل نداری. توجیه شد و متوجه شد مشکلش خیلی کوچیکه. مشکلات شما هم خیلی میتونه کوچیک باشه اگر سطح فکری شما ارتقا پیدا کنه، اگر شما از این گذشته لعنتیتون نجات پیدا بکنید و بفهمید شما اینی که الان هستید نیستید و شما خیلی عظیم‌تر از این هستید. ما یه کارگاهی داریم که 5 شنبه این هفته داره برگزار میشه، 30 ساعته به عنوان کارگاه شفای زخما. تا الان 100,000 نفر توی این کارگاه شرکت کردن. اگه دوست دارید زندگیتون رو نجات بدید، من این لایو رو الان سیو میکنم، باز بیاید تستا رو بزنید. اگر فکر میکنید که نیازه که توی این کارگاه شرکت کنید، زیر همین پست عدد 10 رو برای ما ارسال بکنید یا به شماره 0936 350 1590 تو واتساپ پیام بدید. 0936 350 1590 توی واتساپ پیام بدید. هر جای دنیا که هستید خودتون رو برسونید. اگر زیر این پست کامنت گذاشتید براتون پیامک ارسال میشه توی دایرکتتون. اگر نه به شماره 0936 350 1590 پیام بدید. بیایید پس همین الان زیر لایو. نکته خوبی هم اگه تو این لایو دریافت کردید زیر این پست حتما برای من کامنت بذارید. من لایو رو سیو میکنم و همین الان